من طغیان میکنم پس هستم. امروز میخوایم تابلو عکس طغیان رو تحلیل کنیم. برج‌های کلیسا در یک چینش تقریبا متقارن در 2/3 میانی قاب قرار گرفتند. صلیب مرکزی کمی از مرکز قاب منحرف است که حس تعادل اما نه کاملا خشک را ایجاد میکند. نکته بعدی استفاده از خطوط عمودی است. 3 گنبد با خطوط عمودی قدرتمند نگاه بیننده را از پایین به بالا هدایت میکنند. ستون و سیم‌ها نیز این حرکت را تقویت می‌کنند. نکته بعدی عنصر برجسته بصری است. پرنده در حال پرواز در سمت راست تصویر نقطه تمرکز ثانویه را ایجاد می‌کند که نگاه بیننده از مرکز به سمت بالا و راست هدایت می‌شود. پارامتر بعدی توازن است. درخت‌ها و تیر برق سمت چپ و مرکز توازن دیداری را با فضای خالی سمت راست ایجاد کردند. وجود پرنده در آسمان نوعی توازن پویا یا داینامیک بالانس را در تضاد با ساختار ثابت ساختمان ایجاد می‌کند. بخش بزرگی از آسمان در بالا و راست تصویر فضای منفی ایجاد کرده که هم تمرکز را از روی ساختمان نگه می‌دارد و هم حس تنهایی یا آرامش را القا می‌کند. سیاه و سفید بودن عکس همراه با ترکیب معماری مذهبی و پرنده تنها در آسمان حس سکوت، تأمل یا حتی رازآلودگی را القا می‌کند.